الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزية والسر عنده علانية. الخلق خلقه والعبد عبده، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. آن که آمد نو فلک معراج انبیاء اولیاء محتاج حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری. گرز صحرای مدینه بویت آید ای رسول، جان خود را من فدای خاک آن صحرا کنم. بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. منی دوست و عزیز و واجان، الله شاکر ببین که الله ما را یک جمعه دیگه نصیب کد و در اول وقت و تی مقدسین لوگت و که الله ما را قبول کو و دعا بکنه آ چیز و آ کلمه که گوشک بی الله ما را با زبان گویا توفیق گوشک بده و شما را اشکنک و ما شما را توفیق عمل نصیب بکنه. موضوعی که بنده در نظر گرفته در مورد قدرت خداوند و صبر بر مصیبت. اول انسان قدرت خداوند از قرآن بگیری، قرآنی که هیچ یک چماشما بر آیه از جانب الله بودن شک نیست. قرآن از جانب الله و آیه‌ای که بنده تلاوت کو از سوره بقره، الله گرچه ایدان در مورد جالوت برکنگه و آیه اصحابه، اما برای تمام امت شی یک نو درسی. الله شی کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. چه گروه هایی که اندک بودن در مقابل گروه و حزب هایی که باز بودن از لحاظ قدرت، از لحاظ توانایی، ولی در مقابل گروهی که کم بودن الله گوشی آینه شکست وارد. غالب بودن گروهی که کم بودن
بر گروهی که از لحاظ توانایی هم بالا بودن. شاید اگر ما از اصحاب گذشته بیات یک مثالی بجتیم برای شما هم قابل درکه، ولی اینقدر قابل هضم نه که مروی چی ماشما یه چیزا به چشم وقت گندگی مروی چی ماشما گندگی نزدیک 3 ماه از جنگ بین اسرائیل غاصب و مردمان مظلوم غزه گذشتیم که کل مساحت غزه تو در نظر بگیره 15 کیلومتر گشتر نه. 3 ماهی که تمام قدرت‌های جهانی پشتوانه اسرائیل با کمک نظامی تسلیحاتی آیه گورا ورنگو، اما یه 15 کیلومتر نتونه فتح بکنن روی چه یک بهانه یاره. شیعه گوشن قدرت اسلام و ایمان. من یاد دارم یکی از خانواده‌ای که قربانی داده که تمام اعضای خانواده‌ای وفات کته گتم، یک چه آیه فامیلان گریه گتم با یه لحن تند و تیزی وتی وارسی گوشتن که آیا شما را نسبت به گفتار رسول ایمان نی؟ یعنی ایمان اینقدر پخته خداوند یه چیز اگر با مشمه سرا بیارتینی خدا بزن مشمه حال چیه. ایمان اینقدر پخته که تمام اعضای خانواده ای که دستا داده کن هنوز دیگری بیه ایشی صبر تدایی بکن، ایشی بگوشی که تو صبر پیشه بکن، ایشی وتی خانواده گوشه که وتی وارسا کشی شما صبر بکنی. شیخشان قدرت ایمان و کفار خیلی ناتوانه در مقابل قدرت ایمان. اما طوری که الله در حجت الوداع آخرین آیات که بر پیامبر نازل کن اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. الله گوشی ایشان وادی چشمه دین پیشروی معیوسن شما دین ما هنچو برند ما که منی نصرت و یاری الله بشم دین پشتان کافر انو معیوس انو کلن باخته که و توشی اسلام پیشروی کنه. پس بیا مشما دیگه توطئه کنه بر علیه اسلام، دیگه دابی مشما اسلام دی ما اسلام شکست بدهیم. اما الله گوشی اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. چایان هیچ مترسه وقتی که شما دین غالبی شما کفار اصلا مترسه وخشونه چه منی الله بترسه. کافران هیچ ترسی نیستی. در دیما یک نوع حدیثی من در مورد چگونه انسان صبر بکن و به چه چیزایی انسان صبر بکن من دیمای گوشم، ولی الله کی چه منی الله بترسه چایان هیچ مترسه. اليوم اکملت لكم دینکم، ما دین برای شما تمام کو تیارتگم به پیغمبر گوشیم و اتممت علیکم نعمتی و من نعمتم برای شما تمام کتا و رضیت لکم الاسلام دینا و منی الله برای شما بر دین اسلام راضیم. ما لاتی وتی دلی تو کا شک کن که یہ شک پیش یا تا باز کسانی یا تا اقرار کتا که شما چطور که قرآن ثابت کنیم. ما قرآن بر گفته رسول صلی الله علیه وسلم ثابت کنیم. کجا رسول؟ چه خوب دقت کنیم کجا هم رسول؟ رسولی که تا وقتی که به پیغمبری مبعوث نبوده تمام مردمان به عنوان صادق و امین قبوله. الان یکی بیه بگوشی که من علم به پادشاهان گذشته من پادشاهان گذشته قبول نه. بابا تمام تاریخ دان گوشن تمام مردم گوشن که پادشاهی به اسم کوروش بوده، پادشاهی به اسم ساسانیان اخامنشیان ایشان بوده، کسی نه تو انکار بکن. ولی در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق تمام میگن تاریخ دان هم بگیر چه خود صحابه بگیر که عدل و امین بوده. پیامبر تا زمانی که به پیامبری مبعوث ببی مردمان توکا آیه نام بوده صادق امین. ابو جهل نام پرچی ابو جهل گوشن که سانگریزه ای دستا کتا پیغمبری جوز کو اگر تو واقعا پیغمبری بگم این دسته تو کا چی ہیں
واجی رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشی آ چیزی که تی دست تو کام من نگوشن آیا وا گوشن دیگه معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگران بله و سانگریزه اقرار کنه که لا اله الا الله محمد رسول الله ولی بازم ایمان نیاری پس چی نام بی ابو جهل ولی ما ابو جهل نباید ببین ما باید از علم و از قرآن و از آگاهی که به ما رسی ایمان بیاریم من دیدم چندین کلیپ توکا وقتی که یه فلسطینی توکا تکه پاره میشه خدا کجا توبه نعوذ بالله خدا پرچه به داد ایشان نرسید خداوند اجر ایشان در آخرت دا اگر واقعا مشمار به آخرت ایمان بیبی بازی کسانی که در وقت سکرات بودگن در وقت مرگ بودگن گوشته که یه لوگی تو کا شما نوشته که دیگه یه لوگی تو کاشون کان نوشته که مردم چهارتا کسی ندیده ولی که بوده ملک الموت بوده و خداوند در قرآن توکا گوشی دانشمند مروچی یا ثابت کنه که آسمانان توکا دیگه بغیر یا آسمان چندین دیگه آسمان هستن الله در قرآن گوشی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قرآن برای ما ثابت کن که یہ آسمانا وقتی که الله گوشی که من یہ آسمانا یہ آسمان منی الله عرض کتگا و یہ آسمان چه چیزی که شما گندگی هنگا گیشترین مروچی علم ثابت کنگه که آسمان گیشترین الله گوشی والارض فرشناها یہ زمین من برای شما پهن کتا در ظاهر مردم بچاری یہ زمین گردی ولی الله گوشی فرشناها با دید انسان الله فرشی کتا یہ قدرت الله والارض فرشناها فنعم الماهدون چگونه فرشی چقدر زیبا الله پهن کتا یہ زمین الله گوشی یہ زمین ما فرش کتا بیچاره چگونه فرشی ولی در آسمان تو برو تو گنده که زمین گرده ولی تو وقتی که زمین تو وقعی الله گوشی فرشناها فنعم الماهدون چقدر زیبا میشی فرش کتا بالای شما و من کل شیء خلقنا زوجین یکی از نشانی‌های قدرت الله ایشیه که هر چیزی الله جفت عرض کتا تا که شما پندپذیر ببی تا که برای شما یه تذکری ببی ففروا الى الله الله گوشی منی طرفا بیاید شما فرار به صورت فرار به طرف من بیاید دوان دوان به طرف من بیاید برای چی یہ جمله الله گوشی چون که نفس انسان و شیطان انسان به طرف وحد کشی سرعت عمل شیطان هم بازه صورت عمل نفس هم بازه ولی الله گوشی شما لام کا منی گورا ضعیف ما یایتا الله گوشی منی گورا یای دوان دوان بیای با قدرت بیای تا من نیم اگا
ففروا الى الله. واجین رسول الله صلی اینی لکم منه نذیر مبین، من یک ترساننده آشکاریم برای شما. ولا تجعلوا مع الله اله آخر، بغیر از الله دیگه هیچ کس پرستش مکنه. قابل پرستش فقط الله ہے، بغیر الله دیگه کسی قابل پرستش نہیں. پدا واجین رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشی اینی لکم منه نذیر مبین، من برای شما ترساننده آشکاریم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. یا که در دیگه آیه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. قبل شده این پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما بازی پیغمبری را داده، مردمان چیه کتا؟ تکذیب کتا. مانند حضرت نوح که نمونه بارزی نی که 950 سال دعوتی داده. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله. فی ای نوح 950 سال حضرت نوح دعوت دادن، آخر سر بجای رستن گوشی تو ما را کشتی چو ترسی نگاه، تو دعوت بکن آن چیزی که قرار ہے یا آگی گئے بیئتے. حضرت نوح پدا ہم گوشیں یہ از جانب اللہ ہے، اللہ بلیوٹی یہ تھے. اگر بیئتیں کو شما عاجز بئی، شما پریشان بئی رنده. چتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل چتین رسول بازی انبیائی آتا کذبت چیه کتا؟ تکذیب کتا، دروغ بنده گوشتن، شما دروغ بنده، شما دروغ گوشگی. فصبروا علی ما کذبوا، پس یہ رسولان چیه کتا؟ صبر کتا به آ چیزی که آینه دروغ بند کتا. خیلی سخته. تو از جانب الله نشانی و آیات گیندگی، جبرائیل به تو وحی یارگی، یا کسی پاد بیه طرف گوشی که تو دروغ بندگی. یہ خیلی سخت تمام بوده برای انبیا. ولی فصبروا علی ما کذبوا، پس شان صبر کتا به آ چیزی که شان دروغ بند کتا. و اوذوا، نه تنها که شان دروغ بند کتا بلکه آزار و اذیت کتا. طائف مردم گو رسول الله صلی الله علیه وسلم چی کت؟ تا جایی که نعلین رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خون بوده. در آ جایی که واجین رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سنگ تکیه داد و نشت و جبرائیلی گوشت ترا کار نیستن. یہ قوم کسی ہیں کہ چایشانی اولادا چایشانی نسلا کسانی پا دیتے کہ یہ دینا نصرت کنا، ایشانا ایچ گونه عذابی میاره برایشان. چندین روز چند روز پیسر من نوشته گفتن یک کلیپی به من دیم دا، اما سنگی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیه داد نشت، اما سنگ انگا هستی و در چند متری یه سنگ یه مسجدی اردکتا در طائف. واجی رسول الله صلی الله علیه وسلم اما نشانی انگا هستن. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قبل شتین پیغمبران رسولان یاتا که آیا مردمان به آیا گوشته کن یا شما ساحره یا شما گنوکه. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. ما به ایشان یه وصیت نکرده که گوشما را چوب برخورد بکنن، بلکه ایشان یک قومی هستند که شرورن، طاغون، طاقتگرن، ایشان سکه شیطانن. فتول عنهم فما انت بملوم. تین رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشان ویل بکن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بلکه تی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشست و برخاست و کسانی دی که آیا صبح و بیگاه الله لوٹ وکن. یریدون وجهه، صبر بکن گو امایا گو گریبی مردمان. قریش یہ احساس کو، سران مکہ یہ احساس کو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیه که یهتا میں سرداری چه مورا گرگ بی، ما پریشان بیم، میں سرداری چه مورا گرگ، میں آقایی چه مورا گرگ. بخاطر ایشی ایشانا یہ نمونه برخورد کو. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. الله ایدان گوشی که مردمان بفهمین، نصیحت کن، بگوشه که برای مؤمنا باز این فهمینک فایده کنه. کسی که دل تو که ایمانی بی تو وقتی که آیا بگوشه آیا فهمی
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و ما جن و انسان ما خلق نکردیم مگر که عبادت بکنن. درود شریف بگوانید. در یک جای دیگه الله در قرآن گوشی الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، خورشید و ما با یه وقت مشخصی یارتا گیدم. شاید 1400 سال پیشتر مردم یه جمله نفهمتن که چطورکا خورشید فناپذیره یا نه، خورشید چه بینا رو یا نه، ولی رسول الله گوشته فناپذیره آیا ای ما یارتا، ولی الا علم برای ماشما ثابت کنه. دانشمند به یه نتیجه رسیدن که زمین اولین کره‌ای که از بین روته، چون که ماه چه بینا روته و ماه سپر دفاعی زمینه، ماه سپر دفاعی زمینه. وقتی که ما و فاصله داده تمام میگه اجرامی که چه آسمان به طرف زمین یا زمین رو برخورد کنه، پس لحاظا زمین خورشید یہ تمام میگه آسمان فناپذیره. علم هم ثابت کو 1400 سال پیشتر کا زانتا و السماء والطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. یا لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. خداوند گوشی قسم به آسمان و ستاره طارق. ستاره طارق چیه؟ آسمان در عربی توکا طارق به ستاره گوشن که مانند در صدا بده. انو دانشمندان چه آسمان توکا صدای ستاره طارق به زمین یارتا ماشما گوتی گوشنش کنه که گوشه کن یک در آجه نگه تک تک تک. النجم الثاقب یک ستاره درخشنده ای 1400 سال پیشتر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ماشما گوشته. پس برای ماشما یقین بود که قرآن از جانب الله. خداوند گوشی که اگر شما را باور بیشی هستین که ما انسان وقتی که مرین دوباره زنده نبین، الله گوشی که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما قادریم به اثر انگشتی که شما را به وجود یارته دوباره به ما اثر انگشت شما را خلق بکنه. که انو دانشمند گوشن که هر اثر انگشت هر انسانی تا میلیاردها تریلیاردها انسان بی فرق کنه یکی نه یکا ارگتگا یه خالق حقیقیه. اما ما شما را گوشت که پی بردن به قدرت خداوند و قرآن از جانب الله و موضوع سخنرانیش صبر در مقابل مصیبت. یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش کنید. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياها. پس انسان وقتی که مصیبت بصریت مانند مردم کرمان ما در غم آیان شریکیم، یک گروه و فرقه ضاله به اسم داعش پادیت چینی حرکتی کرد، صبر در انچین موقع، صبر در انچین موقع تو که انو جزا پزا بجاموت سینا بجاموت سرا نه، صبر در مقابل مصیبت. خداوند گوشی ما یصیب المسلم من نصب، مسلمانی اگر رنجی برسی، نصب سین نه، نصب صاد، اگر یک مسلمانی یک رنجی برسی، ولا وصب بازم با صاد وصب، اگر بیماری برای انسان بیته، ولا هم یا که یک نگرانی انسان سرا بیته یا یک نگرانی پریشانی انسان پریشان بیه، موت اقربا خانواده یک پریشانیه، چی سرا هم انسان صبر بکن. ولا حزن یا که ناراحتی بیته، نگرانی، ولا هم یعنی نگرانی نزدیک مترادف المعنا، ولا حزن یا که ناراحتی پیش بیه برای انسان، ولا اذن یا که انسان سرا اذیت یا آزاری بیه، مفت که الذی پادی یا که اذیت
مفت کلزی یکی وجب آبرو ببر، یکی بجن، یکی آزار بده، یکی زمین ببر، یکی ماشین بدوز، یکی موتور بدوز، یکی وسایل بدوز. इधर परेशानी هم غم حزن ولا غم یا که غمی آیی سر بیه حتی شوکت و یوشاکا حتی یک خاری با آیی بدن توکا بروته الا کفرها الله بها من خطایا مگر که خداوند آیی گناهان بخشی. پس صبر در انگام مصیبت برای مؤمن اولای، یعنی باید اما زمانی که مصیبتی سرایت صبر بکن. برای آیی مؤمن بیاک جاییته که آیی در مقابل صبر وقت از جانب الله اجر لوٹی. شی رسول الله صلی الله علیه و سلم یه روی که جای قبرستان یا گذر کنه برای دیتی جنینی و تی چوکه قبرستان گریوا گن باز گریوا گن جزا فضا کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به آ مادری گوشت مادر صبر بکن جنین سرجال قبره شورگه شی برو تو چیه بشه ندیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رنده صحابه کرام برا یه حدیث متفق علیه صحابه کرام آجنین فهمیند که تو چیه گوشگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا دعوت به صبر داد تو رسول جواب یہ دعوت دا یہ جنین پریشان بو پایت یاد واجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگیر چی واجه ببخش من نزانتا یہ تو من دعوت به صبر کتا من یہ جمله بکار بورتا واجه رسول من ببخش من اشتباه کتا اور واجه اگوا انما الصبر عند الصدمة الاولى یعنی صبر برای انسان زمانی اجر یاری صبر در مقابل مصیبت که تازه آیه سر مصیبت یاته برای سر صبر بکن مانند حضرت ایوب که شیطان چینچو زور جات که حضرت ایوب پریشان بکن اما حضرت ایوبی کار چیه بمازی که شیطان یاد شروعی کو به ذکر بمازی که شیطان یاد حضرت ایوب چیه کو شروعی کو به ذکر و شروعی کو به شکر گزاری الله که الله بزرگی بیان کتا الله اینقدر بزرگی الله منو به صبر سره اجر داته تو منو پریشان مکن بیچاره تو نتونه منو پریشان بکنی اور الله حضرت ایوبی دستور ده که تو پادم بجن به زمین نه چه زمین نه یک آب گوارای چست بی که تو چه آبا هم بوار هم موتی بدن موش تا جایی که حضرت ایوبی بدن کرم گیبتگه تو چه اندازه صبر بدن کرم گرفته به مازی که شیطان یه گوشی ابلیس ای رانده شده برو مزنتی مقصد چیه من دیمامه گوشت وقتی که حضرت ایوب پاد به زمین جتا آب خیلی خنک سرده چه زمین چست بود و حضرت ایوب چه آپا هم ورد و تی بدن هم موشتی اما سالمی حضرت ایوب بود و اینقدر اولاد الله حضرت ایوبی نصیب کو که بعد از حضرت داود گوشی دومی نبی بوده که اینقدر الله آیا اولاد داد اینقدر مالی داد در مقابل صبر پس صبر در مقابل گناه هم بی که انسان گناه مکن صبر در مقابل عبادت دوکا سختی هم هست بعضی موقع در زمستان سرد با آب سرد وضو بگیر بوشت شاید دل توکا یک کمی مشکلات بی نرمی و آبا ہوتی کا پروش در مقابل الله بوشت یا کمی صبر لوٹی طاقت لوٹی ولی ما یہ کارا نکنم صبر در مقابل گناهان الله گوشی که افضل الجهاد من جاهد نفسه مسترین جهاد با نفس انسانه یہ جهاد اگر انسان اگر مسلمان متفق بیان پیروزی و فتح برای مسلمانان یاری علمای پاکستان الان به یه نتیجه رسیدن در صدر ایشان خداوند حفظی بکن مولانا منظور منگلا گوشی ما لوٹن یا کاری بکنه که یا که ما گوشی ما حنفی هم یا که گوشی ما شافعی هم یا که گوشی که ما مودودی هم یا که گوشی ما اخوانی هم یا که گوشی ما سلفی هم ما تمام مسلمانی و باید متحد ببین یہ جمله خیلی زیبا در میان مولانا طارق جمیل
و مولانا منظور منگل یک نزاع علمی پیشیه. چه توجه بکنه که علمای پاکستان آینی که خداوند در نام و نشانی داده که چقدر زود بودی مسئله جمع کنن، نه که شیطان باعث ایشی بی که یا تفرقه یا نفاق بزرگتر چه ایشی پیش بیاتی. یہ کلیپ هم برای من دیم داده که من سخنرانی مولانا طارق جمیل رو هم گوش داشت. در میان مولانا طارق جمیل یکی از ساحر البیان، یکی از کسانی که ایشی بیان تو کا سحر میشه که انسان سحر که اینقدر یه مهارتی هستن در فن بیان. در میان مولانا طارق جمیل و مولانا منظور یکی از شخصیت‌های برتر علمی پاکستان و بلوچی، یعنی نزاع علمی پیشیه. مولانا طارق جمیل در مورد حضرت یوسف یک جمله بکار با که احساس بی یه جمله سنگین در مقابل انبیا استفاده کنگی و مولانا منظور منگر به صورت علمی گوشی یه جمله تی کاش که تو استفاده مکتی شاید انسان به مرحله کفر برسینی. 4 دانه جواب از مولانا طارق علمی، 4 دانه جواب از جانب مولانا منظور علمی، ولی به جایی نرسن که منافق بیانشان جنگ بدیان. شما دید و وسعت مولانا طارق جمیل بچاری. خود مولانا منظور زمانی که مولانا طارق جمیل لاور چسبی یک کراچی به خاطر ملاقات با مولانا منظور منگل وشتی، مولانا طارق جمیل بر روی منبر و مولانا منظور جعلان اندی بنان اندی گوشی آقای مولانا طارق جمیل تو کسی بوده که من شهادت دیم وقتی که ما یا اتوبوس تو کا سوار بوده که تی سخنرانی که یر بوده به نظر من اما چوکلگی تی ابر نفهمته که نگریته کی بله تمامی مردم بل اتفاق لاگته که گریه وگا. و مولانا منظور گوشی در یه زمانه تو که مردم فلسطین اینقدر مظلومه، اگر اتحاد علما بودی، اگر دولت مرد دستور بداتی نه که شما وقت جمع بکنید، شما بیا یا اتفاقی بکنه یا بیم به اسرائیل و آمریکا و تمام کسانی که اتحادن در مقابل اسلام شما بیم میبدایید، هیچ وقت یشی پیش نیته. ولی ما شما از تفرق و جدایی ما شما استفاده کنید و دیگه درود شریف بوانه. صبر در مقابل مریضی. ما اصیب بمصیبت فی ماله او جسده فکتمها فلم یشکها الى الناس کان حقا علی الله ان یغفر له. شی اگر که برای انسان سره یک مصیبتی بیت که آ مصیبت به آی مال سره ببی و یا که آی جان سره ببی، انسان با آ مصیبت سره صبر بکن و کتمانی بکن، هیچ کس مگوشی جزا فضا مکن. حدیثی از طبرانی و شکایت هم مکن، هیچ کس مگوشی که الله یہ مصیبت منی سره یارد. صبر بر مصیبت و مریضی. رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشی الله وعده گفته به وقتی سره که منی حقی، منی الله حقی که ایشی تمامی گناه من ببخشه. انسان پس در زمان مصیبت چی بکن؟ صبر بکن. اسلام ما را چی تعلیم داد؟ ما زمانی که گوشیم که اسلام لاتی شما اسلام و نامگره اسلام چه چیزی هسته، ما گوشیم اسلام تو کا محبت ہے، اسلام تو کا خدمت ہے. خود مولانا طارق جمیل گوشی که شما که اسلام آیانی که تن بر اسلام وارد کنن، شما چه کسانی؟ شما کسانی که از کسی که شما را خدا چه آیه بی وجود یارته شما آیه محبت نزانی. اویس قرنی هم اگر چه کاری انجام دا؟ فقط مات خدمتی کوتی در مورد جهاد آیه برکنگ نبی، در مورد آیه طولانی بودن نمازها برکنگ نبی. شما کسانی که شما مات پیر بیانتی به محضی که پیر بیانش مورد خانه سالمندانی تحویل ده، ولی ما اسلام در مقابل خدمت به والدین چیه گوشیم؟
ما در مورد خدمت به والدین ما گوشیم که اویس قرنی یا الله زمانی که لوتی به بهشت وارد ببی، حتی حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر و حضرت عمر چطوری مدنی شخصیت که خلافت اسلام آیا الله نصیب کنته، ولی گوشی رسول را به آیان دستور داشت شما برای اویسی گورا دعا طلب بکنه. به خاطر چی؟ اویس چی کاری انجام داده؟ اویس خدمت به مادر انجام داده. زمانی که اویس به دروازه جنت رسی، الله گوشی بوشت، اویس پریشان بی. الله من بهشت دپا رسته انو بوشته که معنی چیه؟ گوشی بوشت چاکا تارین تا جایی که تی دست توری، تا جایی که تو سیاهی مردم گینده که ایشان درستم بیار دعوتا تو انچی و تی موات خدمت هنچو پا حق هنچو پا دل تو انجام داتا که مروی چی تو هر کسا تو دستا و تی انگوشت تکان بیده تا جایی که تی دست کار که من درست برم بهشتا و تانا مرو بهشتا. اسلام مرا ایشی تعلیم داد. یک روزی واجه یاتا که یک جماعت هفت ماهی هست در مورد نماز جمله خیلی زیبایی گوشتی. گوشی نماز یا انچین چیزیه که در درد زه جنین زمانی که در درد زه وقتی برای آیی ساقط نبی. بحث حیض و نفاس فرقه، ولی در زمانی که جنین چوکه درد سرای اگر نتونتی آل لحظه نماز بانی با آیی سرا ساقط نبی نماز باید نماز رنده وطی که بانی. اسلام ما را یه چیز تعلیم داد، اسلام ما را یه دستور داده. وقتم به پایان رسیده، احادیث دیگه هم هست و مردم هم آطوری که باید شاید ایدان ببینن کامل ایدان نه، ولی یک حدیث دیگه موانم. يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. الله گوشی اگر در دنیای تو که انسان یک شخص دوست ببی، در مورد صبر بر گرفتاری، صبر اند مصیبت، اگر دنیای تو که انسان یا شخص دوست ببی یا جنینی ببی، صفی یا جنین ببی یا که دیگه دوست ببی، ساک یا دوست ببی تی دل تو که الله گوشی ما اگر چه یا گپ آی ساک پریشان بود و به همین پریشانی سر وقتی صبر کو الله گوشی بغیر جنت هم دیگه آیا هیچ ندیه. یہ هم حدیث از بخاری. پس لحاظا انسان وقتی که مصیبت سرایت بر آ مصیبت سر چی بکن؟ صبر بکن. صبر بر هم مصیبت هم بر عبادت و هم بر گناه. اگر انسان سر شیطان غالب بیت بر آ گناهی که نکرده صبر بکن و گناه مکنته هم خداوند آیا اجر داده. و اسلام حقیقی انسان از لابلای قرآن و از نشست در بین علما و نماز جویا ببی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایدان درخواست دعای مغفرت برای حاجی احمد فرزند نورمر که در هفته جاری در روز یکشنبه بر اثر سکته قلبی در بیمارستان شیبا وفات کردند. دعا بکنه الله محشور مع النبیین و صدیقین و شهدای بکنه.